با عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با تعمیر یک پاور سویچینگ 12 ولت 5 آمپر با اتصال ورودی به لامپ تست در قسمت LED پاور. مشاهده میکنید که LED به صورت چشمک زن ضعیف و قوی میشه. حالا میخوایم خروجیش رو اندازه بگیریم با مولتیمتر رو تو حالت تست ولتاژ DC قرار میدیم. پراپا رو قسمت خروجی میذاریم. مشاهده میکنید که ولتاژی تقریبا 3 ولت در قسمت خروجی این منبع داریم که باید 12 ولت باشه اما 3 ولته. با ما همراه باشین تا آخر ویدیو تا مشکلش رو بررسی کنیم و رفع کنیم. خب دوستان عزیز، ما این بورد رو چک کردیم، فیوز سالم بود. تا قسمت خازنم اندازه گیری کردیم. ولتاژ تو سر این خازنم 308 ولت داشتیم که تا اینجا منبع تغذیه قسمت ورودیش مشکل نداشت. ولتاژ IC هم گرفتیم 13 ولت داشت. پایه GND و VCC شو گرفتیم 13 ولت داشت. تا این قسمت هم مشکل نداشتیم. خازنا رو هم چک کردیم، خازنا هم سالم بودش. رسیدیم به قسمت انتهای فیدبک. این پتانسیومتر رو تست کردیم، دیدیم که خراب شده. با تعویض این پتانسیومتر مشکل برطرف شد. حالا الان میخوام بهتون نشون بدم که مشکل برطرف شده. مولتیمتر رو قسمت ولتمتر DC دستگاه رو وصل میکنیم به برق. ولتاژ خروجی هم اجازه بدید من چراغش رو روشن کنم. این هم قسمت خروجی 11 و تقریبا 85 صدم هم 12 ولت دیگه. حالا با تنظیم کردن این پتانسیومتر میتونیم 12 ولت هم توی این قسمت داشته باشیم. دوستان خوبم، امیدوارم که تونسته باشم کمک کنم برای تعمیرات. خوشحال میشم ویدیومون رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.